خب مهران چه خبر؟ والا خبرایی که پیش شماست. بالاخره داستان این آشی که قرار پزشکیان با کابینش بپزه چی شد الان تو چه نقطه‌ای؟ بله الان نخودروبیاشو بار گذاشتن. چه بار گذاشتنی خودت ببین. رئیس جمهور هم که افرادی رو معرفی میکنه میرن مجلس این افراد رو بررسی میکنه. البته ما به ریاست محترم مجلس، هیئت رئیسه محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس اطمینان داریم که با توجه به تاکیداتی که مقام معظم رهبری فرمودن که دیگه دوران رقابت تمام شد و الان دوران رفاقت و همکاری شروع شده، با همین فرمون ما با همین دست فرمون رفتیم جلو. امیدواریم دوستانمون هم، یقین داریم یعنی دوستانمون هم با همین دست فرمون میان جلو و انشالله یه آینده بهتری رو برای نسل جدید کشور بتونیم رقم. فرمون و دست فرمون و بریم جلو و این مالکش اعظم از که تا راننده شده. از همون موقعی که ماشین بیبوق و صندلی سیدعلی افتاد تو سرازیری، این مالکش اعظم شد راننده. یکی دیگه داره لاستیکا رو میکشه، یکی داره پیچ لاستیکا رو شل میکنه، یکی داره گیربکس میاره پایین. یه نمونهش هم این یارو شریعت مداری مثل قاج خروس بی محل پریده وسط خطاب به پزشکیان. رئیس جمهور جدید خامنه ای گفته که این وسط تو کیش میشی؟ تو کیو ریاست جمهور رو اجاره دادی؟ حالا راستی واقعا این توی این وضعیت شلمشوربا پزشکیان کجاست؟ پزشکیان سخت درگیره. فعال ریاست جمهوریش شروع کرده. چطوری؟ از این هیئت به اون هیئت، از این روزخونی به اون روزخونی. اینجا شل زرد میخوره، میره اونجا زرش پلو با مهر میخوره. تمام مشکلات مملکت هم داره تو این هیئت‌ها با سینه زدن و اینا حل میکنه. نگاه کن. نه اینا که نشد کار مثلا رئیس جمهور، که من فکر کنم چون هنوز تنفیذ نشده اینجوریه، احتمالاً بعد تنفیذ یه کارایی بکنه. بذار من سر شرح وظایف رئیس جمهور در نظام ولایت فقیه تو رو بریف کنم، یعنی به قول معروف روشنت کنم، به قول بزن بهادر. ببین رئیس جمهور نظام قبل از اینکه انتخاب بشه تو دوران انتخاباتی تخت گاز خالی میبنده. وقتی که انتخاب شد تا مرحله تنفیذ از این رسوبازی‌ها در میاره. حالا این خورده محرم هیئت میره، اگه چیز نبود کار دیگه میکرد. بعد اینم که تنفیذ شد چیکار میکنه؟ سفر استانی میره. سفر استانی تموم شد چیکار میکنه؟ دوباره مرحله دوم دور دوم سفر استانی میره. هدف از سفر استانی چیه؟ چون بر اثر چی میگن حرکت پوسته زمین ممکنه زمین جابجا بشه، میرن چک میکنن که استانا سر جاش باشن. کرمان نه جای کرمانشاه، کرمانشاه به جای خوزستان. یکی از دغدغه‌های مهم رئیس جمهورهای نظام همین جابجا نشدن استاناست و رفتن به سفر استان. ولی بابا ببین شدی سر شهر وظایف. نه ولی حالا تو همین مدت هم اینجوری نبوده که پزشکیان فقط بره روزخونی و تخم شربتی و اینا بخوره. یه کارهای خیلی مهمتری هم کرده که از قضا در راستای سیاست‌های کلان نظامه. اینها مثل این که رفته بقالی سر کوچه‌شون ماکارونی خریده و ماست. خوبی که همه مردم هم میکنن که Koy versin neresi plan? Abiler var. Yaş. Hadi yapalım. Kas falan. Babiler. بابا این فکر میکنه هنوز دوران نمایش انتخابات و تبلیغات و این حرفات بابا تموم شدید. ادا و اصولا دیدی هم که هر جا میره هر تریبونی پیدا میکنه هی میره شروع میکنه میگه فکر نکنید من کسی شدم برای خودم، من مثل بقیه‌ام. اما دیده کسی باور نمیکنه مثل بقیه است، رفته مثل بقیه خرید کنه، بره بقالی ماکارونی بخره، ماست بخره. این تهدیدی نیست که هیچ کس فکر نمیکنه تو کسی شده. اما فرق ماکارونی خریدن این با ماکارونی خریدن آدمای دیگه اینه که آدمای دیگه میرن سوپرمارکت یا اون دوران بقالی، پروژکتور و تیم دور فیلم برداری نیست که فیلم برداری کنه، مثل بچه آدم خرید میکنن میان بیرون. دیگه این ادا اطوارا رو در نمیارن. اما بگم ببین
خامنه اینو یاد باشه صدا کرد گوشی کشیدین، میخواست کنفرانس مطبوعاتی بذاره خارجی داخلی صداش کرد گفت خفه. یکی از اون مواردی که اونجا بهش گفت تو باید راه کیو ادامه بدی؟ رئیسی. راه رئیسی چی بود؟ اون همینجوری بود. آره راه رئیسی این بود که سرزده به طور اتفاقی میرفت یه خونه که قبلش به طور اتفاقی یه تیم فیلمبرداری سرزده رفته بود، همش سرزده. اینم حالا دید که اون لوکیشن خوب نیست، خونهه لوکیشنش عوض کرد رفت تو سوپرمارکت. این دفعه باز سرزده یه تیم قوی فیلمبرداری، اینا پشت ده یعنی همه چی سرزده است دیگه، اتفاقی کامل. اما تو این مدت یه سقوط آزاد هم داشت که این سقوط آزاد رو هم دور و بریاش به عنوان اقداماتش به ثبت دادن. بابک ولی این کلیپ یک جنبه نمادین هم داره اگه خوب دقت کنی. اونم اینه که این رئیس جمهور هیچی نداری که به قول خودشون اسمشو گذاشتن رئیس جمهور یهویی، هیچ کسو نداره بهش تکیه کنه. این صحنه در واقع همین به صورت نمادین نشون داد که کله پا شد. البته این صحنه از این بابت هم میشه و از این جنبه هم میشه دید خیلی سمبولیکه. اون دیوار پارچه‌ای سمبل خامنه‌ای که رفت بهش تکیه بده، خود اون محتاج تکیه‌گاه بود. اینو خامنه‌ای با هم رفتن ته دره. بابک همه اینا رو تو گفتی، اما این هفته خامنه‌ای حرفای دیگه هم زدا، گفت باید از دولت و مجلس یک صدای واحد در بیاد. اینو میگم مسائل مهم کشور هم باید صدای واحدی از کشور شنیده بشه. در مسائل مهمی که حالا البته تشخیصش با شماست، یه جاهایی هست که بایستی دولت و مجلس و مسئولین گوناگونی یک حرف بزنن. اون کسانی که در دنیا گوش تیز کردن که نشانه های اختلاف و دوگانگی رو پیدا کنن، اونا مایوس بشن. یک صدا باید شنیده بشه. ابله میگه دنیا گوش تیز کرده که صدای دوگانگی بشنن. آخه ببین اصلا نیاز نیست گوش تیز کنه، یه نگاه سطحی هم بندازه. دوگانگی چیه؟ صدگانگی از این نظام تو می‌بینی. اصلا گوش نمیخواد، لبخونی هم میشه. لبخونی هم بکنه. ببین یه نمونه از این اتحاد و یگانگی تو مجلسشون نگاه کن. آقای رئیس جمهور منتخب، شما دعوت به وحدت میکنید و اون رو لازمه تحقق همه پیشرفت‌ها و خوشبختی‌ها برای ملت ایران میدانید. نمی شود با سمبل اختلاف و سمبل نفاق در کشور، یعنی محمد جواد ظریف، این مملکت را به وحدت رساند و محمد جواد ظریف هم برداره در کارگروهاش آدم‌هایی رو که اصل روحانیت را نفی می‌کنن، آدم‌هایی رو که اصل جمهوری اسلامی را نفی می‌کنن قرار بده تا برای تویی که می‌خواهی وحدت رو در کشور برقرار کنی وزیر به مجلس معرفی کنه. من امیدوارم که این اتفاق نیفتد، ولی این مسیر که شما میروید به اون جایی که باید باشه نیست. بنده اولین طرح دو فوریتی رو تقدیم هیئت رئیسه کردم، مراحلش رو طی کردم، ولی آقای قالیباف وتو میکنه. با چه حقی؟ بگید طرح من چه مشکلی داره؟ آقای قالیباف اینجا پادگان نیست، اینجا مجلس شورای اسلامی است، نماینده مردم. آقای قالیباف هیچ مستبدی در دنیا فکر نمی کرد مستبده، فکر می کرد مصلحت اندیشه. برادر دکتر عثمانی، عارض از موضوع داری صحبت می‌فرمایی، اجازه بده. حالا راستی این داستان فیلترینگ چی شد؟ بالاخره پزشکیان میخواد فیلترینگ رو برداره یا نه؟ بله اینو یکی از همباندیاش، یعنی هم آخوریاش تو باند اصلاحات، یه آخوندی به نام مسیح مهاجری کامنت داده براش، اجازه بدون از روش بخونم. بله. امانت دار باشید. بله. خطاب به پزشکیان میگه شما را از فیلتر شورای نگهبان برای این بیرون نیاورده اند که فیلترینگ اینترنت را کنار بگذارید. اگر قصد چنین کاری را بکنید خودتان را کنار میگذارن، یعنی فیلترتان میکنن. کامنت یه جمله‌ای بود، یه جورایی دیگه.
بابش قطار سریع و سیر رئیسی که تبدیل به هلیکوپتر شد و رفت خورد تو کوه و تموم شد. حالا اومدن دولتش رو تبدیل کردن به اسب زین شده که قرار پزشکیان بشینه روش یورتمه بره. ببین یه ظرافتی تو این اسب هست. اسب موتور نداره، نه سقوط میکنه نه تصادف میکنه، ماکسیموم نفرشو نمیره رو آسمون. نمیره رو آسمون. ببین بذار من سایز این زین این اسب و این مشخصاتی که از این دولت رئیسی میدن باز هم از یه توییتی از یکی از آدمای خودشون بخونم. خیلی گویاست. میگه در دولت رئیسی، همون دولتی که خامنه‌ای گفت شیرینی بوده، همون دولتی که دستاورد براش میسازن، میگن 7-8 صفحه براش دستاورد ساختن. در دولت رئیسی گوشت قرمز از 300%، تخم مرغ بیش از 170%، روغن مایع بیش از 250%، مسکن بیش از 300%. مخاطبم سوت میکشه ادامه بدم. حمل و نقل بیش از 200% گران شده. بابا این زینه. اگه اسب زین شده اینه مثل قاطر درب و داغون چیه؟ بابا این پالون 60 سال کار کرده الاغ هم نیست. خب بریم سراغ کامنت یک جمله‌ای و این عکس. چالش من. بله. کامنت یک جمله میشه زیر پل یادگار امام یا به تعبیری در تقاطع یادگارین امام. یعنی این رئیس جمهور سرگردان خامنه‌ای یه جای خودشو پیدا کرد که یه تقاطع دیگه. مرسی، آدرس دقیق. به پایان رسیدین کامنت و خبر. به شعر منم بگم؟ بله. به خنده غم و غصه از دل ببر. به به، خدا نگهدار شما. شاد و سرفراز و خرم باشید. کامنت